قوی ترین آرمور ماینکرافت کدومه؟ من امروز این مسیر رو ساختم که به این پاسخ جواب بدیم. اگه بتونم ازش رد شم یه دونه خیار و گولپیکر جایزه میگیرم. اوکی، از زره چرمی شروع میکنیم. بریم. بعد آروم را برم که قوانین رو نشکنم. اوکی، همینم خیلی قوی داره پیش میره ولی نتونست. بعدی زره زنجیریه که خیلی هم کمیابه. اوکی، بعد آروم را بریم. اوکی، این خیلی قویه. فکر کنم داره دووم میاره. اوکی، یکم بیشتر دور میزدم فکر کنم میتونه. بعدی زره طلاییه. اوکی، بریم. اونقدرام قوی نیست. به نظرتون میرسه به ته؟ نمیدونم. بدو میتونی. زره بعدی، زره دایمندی. نمیدونم این میتونه یا نه ولی واسه ندرایت خیلی ذوق دارم. What the fuck پسر، اصلا دمیج نمیخوره. خیلی قویه بابا، تونستیم. خیار منو بده. آرما آخر ندرایتیه. اونجا که ندرایتی خیلی قویه. دو بزن روی کله من ببین چی میشه. یه قلب شدم. بریم. میتونم. وای. اوکی. حاجی پشمام. حاجی خیار برازنده منه.